یا ندارد. با احترام مخلصی شما، یعنی مثال جوانهای هستند که مثال صاحب کودک معده هستند و مثال بعد خانه‌داری کردن همون کودک معده مثال گریان می شود. در همینجا مادر در حالت غسل جنابت است، ولی در حالت جنابت است. آیا وی می تواند که یعنی این کودک خرد خدا از پستان خود شیر دهد؟ اگرچه عزیزان ما و شما میگویم بعضی هاش که یعنی باک ندارد، زلل ندارد. اگر مثال مادر در حالت جنابت هم که فرزند خود که شیر داد باک ندارد، از او که وی رفته و تا غسل میکند شاید وقتهای زیاد گذرد و این کودک در داخل گهواره عذاب میکشد گفته، از این خاطر دوستان خدا گفتن که باک ندارد. لیکن بعضی از انسان ما و شما گفتن خوب میشود که همون مادر یعنی پیستان خودش شوید و بعد مثال در دهان فرزند خود گذارد، همین شم کفایت. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلند، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. شخصانی که میخواهند سرحد قزاقستان را به یگان مشکلی بگذرند پس برای شما توصیه میدهیم در دکومنت ها یگان مشکلی باشد از جهت رجیستراسیا میگراسیونکا همش را با خواست الله حل میکنند. شما را به سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. برای زن و مرد فرق ندارد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر با رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهیم. در خانه‌ای که اگر مصیبت می آید حدیثای پیغمبر هم هست که تا 3 روز در اون خانه یعنی از جانب خانه‌دار باید که پخت و پز نشود. و حبیب خدا را حدیثش که اصنعوا لآل جعفر طعاما، این ان همین دلیلی برای همه ما و شما ان همین دلیل است که وقتی که جعفر برادر حضرت علی از دنیا گذشتن رسول اکرم تمام صحابه ها را امر کرد که به خانه جعفر طعام برین، زیرا که امروز در خاندان جعفر مصیبت آمده است، اونها مشغول مصیبت هستند. برای همین ما و شما باید که در خاندانی که مرده می شود مصیبت می شود باید تا 3 روز از جانب اون خاندان چیزی تناول نکنیم، بلکه از خانه سنت است اینکه ما و شما خوراک و نان به او خانه را روان کنیم و اون مهمان هایی که در اون خانه برای این مصیبت آمدن اونها می توانند که از این طعام های ما و شما استفاده برند همراه خانه دار. السلام علیکم اکای داملا حاجی. و اون مهمان هایی که در اون خانه برای این مصیبت آمدن اونها می توانند که از این طعام های ما و شما استفاده برند همراه خانه دار. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا. من دختری خوب دارم که سینش به 19 رسیده است. او را به خویش و تبار و یار و رفیقم اعلان کنم این گناه است؟ یعنی این برادر میگن من دختری دارم 19 ساله دختر است، اگر این من در بین خویش و تبار یار و رفیقم اعلان کنم که همین خیل دختر دارم، اگر یگان نفری زنگیر باشد مرحمت این دختری من تیار، آیا این گناه است؟ نه، بلکه این سنت است. این سنت است که ما و شما خواهرهامان در بین یار و رفیقهایی که داریم خویش تبارهایی که داریم اعلان کنیم که من دختری دارم که فلان 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 خصلت ها دارد. لکن راست گفتن در کار چی خصلتی دارد، چی رفتاری که دارد، چی برای یار و رفیق، چی برای نفرهایی که خواستگاری می آیند، برای آنها باید قائل شدن در کار. همه درد او را، همه کمبودی های او را
باید که ما در خواستگارها و در یار رفیقامون خبر دهیم که دختری من این گونه کمبودی دارد و این گونه بهبودی ها دارد که کیبانوی خوب است، دختری با سطر با حیا هست، دختری مثال گبگردان نیست، دختری بیهوده‌گرد نیست و دیگر گفته خصلت‌های او را در پیش همون خواستگارها و یار رفیقان خود اعلام کنیم. این حالت در ما و شما ثواب میگیریم، این گناه نیست. لیکن افسوس که امروز وقتی یک برادر ما و شما دختری خود اعلان میکند، چی گمانهای بدی در دل ما و شما میگذرد که خداوند در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. خدا میگه ای کسانی که ایمان آورده به قدرت پروردگار خود تسلیم شده، شما از گمان پرهیز کنید که اکثر گمان همش گناه هستند. شما گمانی بد نکنید. وقتی وی اعلان کرد در دل شما هر گونه خبرهای نادرست و سخنهای ناخوب نگذرد که این اگر دخترش به عیب میشد هیچ وقت اعلان نمیکرد یگان عیبی دارد. این بسیار یک بدگمانی است که در این بدگمانی ما و شما الکی گناهگار میشیم. پیغمبر خدا میگه ایاکم و ظن، بر شما باید که گمانی بد نکنید، زیرا این که دروغترین سخن این گمان است. گمان این دروغترین سخن است، زیرا که فقط گمان است، تو چیز حقیقت نمیدانی، فقط گمان در وجود تو گذشته ایستاده است. برای همین بهتر و خوبتر می شود که مثال ما و شما خواهرها داشته باشیم. حتی صحابه های پیغمبر مادرهای به شوهرشون اعلان میکردن که فلان موی سفید هست، در پیش موی سفید میگو من مادر دارم، مثال مرحمت اگر زنگیر باشی مادر من برای تو تیار است. امروز موی سفیدای ما و شما بیچاره میگذرن، زن نمیابند دیگر. باید که البته ما و شما این در شریعت ما و شما جایز و درست از ثواب میگیریم. این ثواب است که مثال چی مادرت باشد، چی اپت باشد، چی خواهرت باشد، باید که در بین یا رفیقت اعلان کنی که من همین خیل خواهر یا همین خیل اپا یا همین خیل مادری دارم که میخواهد که شوهر کنن مثال با فلان خیل مرد. این ثواب است. السلام علیکم ای اکای حاجی مرزا، من یک سؤال دارم. بعد از خانه‌داری کردن با زن خود، اگر زن کودک میده داشته باشد و غسل نکرده در یگان وقت سراستیمگی بر وی سینه دهد، یگان ضرری دارد یا ندارد؟ با احترام مخلصی شما. یعنی مثال جوانهای هستند که مثال صاحب کودک میده هستند و مثال بعد خانه‌داری کردن همون کودک میده مثال گریان می شود. در همینجا مادر در حالت غسل جنابت است، ولی در حالت جنابت است. آیا وی می تواند که یعنی این کودک خرد خدا از پستان خود شیر دهد؟ اگرچه عزیزان ما و شما میگویم بعضی هاش که یعنی باک ندارد، زلل ندارد. اگر مثال مادر در حالت جنابت هم که فرزند خود که شیر داد باک ندارد، از او که وی رفته و تا غسل میکند شاید وقتهای زیاد گذرد و این کودک در داخل گهواره عذاب میکشد گفته، از این خاطر دوستان خدا گفتن که باک ندارد. لیکن بعضی از انسان ما و شما گفتن خوب میشود که همون مادر یعنی پستان خودش شوید و بعد مثال در دهان فرزند خود گذارد، همینش هم کفایت میکند. گفتن همینش هم عزیزان ما و شما گفتند. عبدالله انصاری را وقتی در مادرش خبر دادن که فرزندی تو چی یک عالم کلانی شده است، چی یک واعظ خوب شده است، خیلی مردم وی اطاعت میکنند، مردم از سخنهای او استفاده میبرند. مادر عبدالله چی گفت؟ گفت از این ده من زیادتر میخواهم از عبدالله، زیرا هر باری که وی گریه میکرد در گهواره من طهارت میکردم و با پای طهارت او را شیر میدادم. این گونه مادرها هم وجود داشتند.
اگر مادری که این گونه توفیق داشته باشد برای بهبود شدن فرزند خودش از لقمه های حلال استفاده برد همراه پدرش و بعدا فرزند خود با پای طهارت اگر شیر دهد، این نور بالای نور می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در بیان فضیلت حق پدر و مادر به فرزند سخن می گفتید. ما در این باره ها خیلی صحبت های زیاد کردگیم درباره احترام پدر و مادر. فقط از همه شما باز کسانی که صاحب پدر و صاحب مادر هستند، برای همه شما میگویم که پیغمبر خدا میگوید بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والجهاد فی سبیل الله. خدمت در پدر و مادر کردن از جهت ثواب بهتر است از ثواب نماز، بهتر است از ثواب حج، بهتر است از ثواب روزه، بهتر است از جهادی که در راه خدا میکنی. خدمت پدر و مادر از همه این در گفتن پیغمبر خدا در ثواب بالاتر است. از این خاطر شما اگر خواهید که این قدر ثواب کلانه از دست ندهین، پدر و مادرتان در خدمت کنین، دعای پدر و مادرتان گیرین، انشاءالله بعدا فرزندهای شما با در شما خدمتگار می شود. رسول اکرم میگوید بروا آباءکم تبرکم ابناءکم. اگر شما خواهید که از فرزندهاتان نیکی بینید، اول پدر و مادرتان خودتان احترام کنید. پدر و مادرهاتان احترام کنید، دعای نیکی اونها را گیرین، فرزندهای شما در شما خدمتگار می شوند. و الا پدر و مادر شما آزار دادین، اونها را غم دقت دادین، اونها از شما از دنیا ناراضی گذشتن، الکه از فرزندهاتان انتظار شوید که این گونه معامله را فرزندها با شما میکنند. در این بابت ها ما بسیار گفتگی ها هستیم. اگر برای کسی لازم باشد، کسی تهاش وجود دارد، گوش کنین. انشاءالله 3-4 جمعه قریب در باب پدر و مادر ما صحبت ها داشتیم. دوم سوال، انگور چخیل به دنیا آمد؟ نوشتن از کی برآمد؟ خداوند میگوید اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آمدن انگور ای کجا پیدا شد، نوشتن از کی ماند، اینا برای ما و شما دانستنش نه فرض، نه واجب، نه سنت، اینا هیچ حاجت هم نیست. همون تیارش خدا داده است، بخور شکرانه کن. دیگری را از کجا آمد، کی شناندش، مثال پیرش کیه است. ولی بعضی آدم ها همی پیری آشپزا کیه، آش مرحمت خوردن بگیر، پیری را چکارش میکنی؟ گفته آش پیر دارد آخه، همش نعمت پروردگار. در سوره یاسین این آیتی که خواندم میگوید که هر وقتای پروردگار چیزی را که خواهد که پیدا کند و یقول کن فیکون، میگوید شو میشود. این قدرت پروردگار است. هر چیزی را که خواهد که پیدا کند، انگور میخواد پیدا کند، میگوید بشو، انگور پیدا میشود. سیب میخواد بشو، میگوید پیدا میشود. هر چیزی را که پروردگار خواهد همچنان پیداش میکند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. یک سوال دارم درباره توبه، دوباره قبول میشود یا نه؟ انشاءالله جمعه آینده میگیم که توبه ای که دوم بار انسان یک بار میشکند، دوم بار توبه میکند، آیا قبول میشود یا نه؟ انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد من مفصلتر در بین شما این مسئله ها را آشکار میکنم. السلام علیکم بابای حاجی میرزا. از شما خواهش دارم که با سوال ما درباره کتاب قرآن کریم با گپ تاجیکی برآمدن مصلحت میدادید برای خواندنش. ما با زبان عربی خواندن نمیتوانیم. آیا این کتاب را خوانیم یگان ثوابیت دارد؟ پیشکی منت داریم. البته ثواب دارد، این بی ثواب نیست. خوانید. همون قرآن هایی که با لفظهای تاجیکی هم که برآمده است، اونها هم البته ثواب دارد. از اوی که شما بیهوده وقتان سپری میکنین، همون قرآن های تاجیکی که برآمده است اونها را خوانین، یگان زلال زیانی ندارد. درود و رحمت بر شما باد ای بهترین خیرخواه این شهر و بهترین دعوتگر. این جای پوشیدن نیست که از دعوت شما چی بهبودی های زیادی در عبادت مردم و آبادی های شهر پیدا شد. داملای عزیز، شما گفتید که
همه برای یک کس برای همه. این سخن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. پس چرا امروز پیروان این پیغمبر در این شعار اسلام عمل نمی کنند؟ آیا گناهگار نمی شوند؟ حتی بعضی بنام ایشانها، منصبدارها، بایها، وکیلها که باز دعوای امتی دارند، داملا این حقیقت دارد. باید فکر دیگرها را مثل در خودت داشته باشی. داملا هزار بخشش از شما، خدا در حفظ امان شما باشد. مثل نفس برای ما مردم لازم هستی. و چی گفتنی داری با این سؤال؟ یعنی این برادر من سؤال وقتی در خانه خواندم، در اصل چگونه که خود میگوید حقیقت دارد. همه برای یک کس برای همه، این شعار محمد صلی الله علیه و سلم است. این شعار اسلام است. لیکن چرا امروز پیروان محمد با این حدیث پیغمبر خدا عمل نمی کنند؟ اینش از همون انسانهای پرسیدن در کار که چرا اونها عمل نمی کنند. اگر این برادر بعضی بنام ایشانها گفتند، منصبدارها و بایها و وکیلها گفتند، اگر ملاها را هم که وابسته میکرد من ملال نمی شدم. زیرا هست نفرهایی که فقط برای شخصیت خود، برای فایده خود میکنن، لکن غم مردم و غم مثال شهر خودش هیچگاه نمیخرد. هست نفرها وجود دارد. خداوند در قرآن میگوید واغفض جناحک للمؤمنین. توصیه پروردگار را بینین برای برادرهای مؤمنت. واغفض جناحک، تعظیم کن. برادر مؤمن تا میبینی چهرت کشاده کن و یا احترام کن، با او صحبت خوب کن. زیرا باز پروردگار در دیگر آیه قرآن برای همه ما و شما مؤمنها گوشزد میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. این کسانی که دعوا میکنید که ما بنده خدا هستیم، ما پیرو قرآن هستیم، مادام این دعوای تو حقیقت داشته باشد باید با یکدیگر شما برادر باشید. فاصلحوا بین اخویکم، دائم کار کن که در بین برادرهای تو صلح و صلاح پایدار باشد. دائم باید تو نیکخواه برادر مؤمنت باشی. اتقوا الله، خدا گفت از خدا بترسید. این کسانی که به نام مؤمن هستید از خدا بترسید، شاید که پروردگار به شما رحم کند. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. پیغمبر خدا میگوید انا همین مؤمنهایی که فقط برای نفس خودشان مهنت میکنند، فقط برای فایده خودشان دوادو دارند، غم مردم و غم یک برادر همسایه شده میکرد. پیغمبر خدا میگه لا یؤمنو، تو ایمان نداری. ای انسانی که بے پروا هستی، ای انسانی که فقط فایده خودت سر میکنی، از پای فایده خودت هستی. لا یؤمنو احدکم، اگر کدام شما میگه از این گروه باشید ایمان ندارید یکی شما، تا وقتی که از برای برادرت آن چیزی را که دوست می‌داری برای نفس خودت چیزی را که دوست می‌داری برای برادر مؤمنت که دوست نداری، تو ایمانت میگه ایمان نداری. لا یؤمن احدکم، ایمانی تو کامل نیست. این است توصیه پروردگار، این است توصیه پیغمبر خدا برای پیروانش. البته باید ما و شما تسلیم این شعار باشیم، همه برای یک کس برای همه. این شعار اسلامی است. لیکن صد افسوس که چگونه این برادر گفتن البته عملی نمی شود. اگر ما و شما به قصه های بعضی عزیزانمان اگر نظر کنیم، بینیم مسلمان های پیشینه. ابو جهم میگوید جنگ یرموک
وقتی شروع شد و وقتی که انجام یافت، من یک مشک آب را گرفتم و برای پسر عمکم به میدان جنگ رفتم. گفتم اگر هر کجای که یابم شاید که تشنه باشد از این آب سیرابش کنم. وقتی میگوید رفتم، ابو جهم میگوید وقتی رفتم نگاه کردم که بچه عمکم تیر خورده است. در این جنگ در مقابله مردم یهود تیر خورده است، در یک پهلوی نالیش دارد. نزدش آمدم، خواستم که آب دهم که از پهلوی همین بچه عمکم یک نالیش دیگر بلند شد که آب. میگوید این بچه عمکم اگرچه آب میخواست اشاره کرد که با پهلوی من ده. میگوید مشک آب آوردم نزد این پهلو بودگی بچه عمکم. قریب با دادن آب بودم که از پهلوی او یک نفر دیگر نالیش برآورد که آب. اونم میگوید زخمی بود. میگوید پیش این پهلو بودگی هم اشاره کرد که با وی ده. گفت آب بردم، میگوید آب در اون نوشانیدم. پس گشتم آمدم که جان بچه عمکم الک بر آمده است. پهلوش نگاه میکنم وی هم جانش بر آمده است. در حالت خیلی دشوار، در حالت خیلی تشنگی، حضرت اشاره کردن به پهلوی من ده. گفت وی محتاج تر است. این است غمخواری برادر مسلمان. اینجا اسلام عیب ندارد، اینجا شعار پیغمبر خدا عیب ندارد. عیب در انمو انسانهایی هست که فقط غم خدا میخورند، غم برادر مؤمنشان میخورند. معروف کرخی که خیلی معروف است، خیلی مشهور است. یک عزیز خدا میگوید بار آمدم زمستان بود، کرته خدا بدر کرده است. میگوید در دستشو در سرمای خنکی میگوید میلرزید. حضرت کرخی را میلرزید. نزدی آمدم گفتم ای کرخی، و هوا سرد است، در دستت لباس داری، نمی پوشی تا که از سرما خودت را محافظت کنی؟ گفت ای دوستی خدا، گفت در خانه نشسته بودم، این لباس در بدنم بود، یاد فقیرها مرا بیرون برآورد. به یادم آمد کسانی که لباس ندارند. من هم گفت شخصی هستم که دستی ندارم که به آنها خیر احسان کنم، فقط همدردی خود من با این میبرارم که مثل آنها بدن من لوچ کنم و مثل آنها در خنکی لرزیده ایستم، تا که همدردی من همینجا اظهار شود که من مؤمن هستم و مؤمن برادر مؤمن است. در کدام عذابی که وی قرار دارد من هم باید در همون عذاب قرار داشته باشم. این است اسلام ما و شما را، این است عزیزان ما و شما را کردارهاشان. یکی افسوس که امروز آن طایفه هایی که نام گرفتند با این عمل خیلی زیش دست میزنند. دوره های پیغمبر خدا را روایت میکنند در کتاب که بار میگوید یک لشکر گوشت آمد نزد حبیب خدا، بین چی غمخواری های داشتن برادر با برادر. یک لشکر گوشت آمد پیغمبر خدا لکه بعد شام بود، گفت اینه در فقرا تقسیم کنید. صاحب گوشت گفت، پیغمبر خدا از همون مجلس پرسید کدام شما احتیاجی به گوشت دارید؟ گفتم پیغمبر خدا ما احتیاجی به گوشت نداریم، الحال ما شام خوراک کردیم، شام خوردیم. اونا فکر پگاه نداشتن. و میگوید ابو هریره را از جای خود خیزان پیغمبر گفت اینا برده در خانه فلان کمپیری که فرزندهای یتیم دارد به او برده ده. ابو هریره میگوید آمدم دروازه این کمپیر را تق تق کردم، از داخل صدا داد کی هستی؟ گفتم ابو هریره هستم و حبیب خدا این گوشت برای من داد که به خانه تو برسانم. این مادر میگوید از داخل خانه گفت که من همراه فرزندهام طعام شام خوردیم، دیگر حاجت نداریم.
ابو هریره میگوید گفتم آخی فردا باز لازم می شود گفت جانم فدای محمد صلی الله علیه و سلم، رفته از حبیب خدا بپرس اگر تا فردا من زنده مانم این گوشت قبول میکنم و الا اگر زنده نمانم پس گرد. گفت که من محتاج نیستم، پهلوی من گفت محتاجتر است، این گوشت در همسایه من بده. امروز کجاست همون همسایه های غمخوار؟ یک پاموشی که یک دولت های بگیم نامسلمان می آمد، حتی همون سردارها خچون بیچاره ها سیر نمی کردن، خچون سیر نمی کردن. بازارها از حق مردم پر شد برای فروختن. هر روز وکیل علیشکنی بود، هر روز جای پوشیدن نیست. چی رفتارهای نادرستی در بین ما مسلمان ها. الحمدلله ما مسلمانیم، ما دین ما فقط برای متحد شدن، برای اتفاقی دعوت میکند، نه برای پراکندگی. السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما بسیار منتدار هستیم. کاش که مثل شما بر این فرزندها را خدا زیاد میکرد که برای آبادانی و برای بهبود کردن اخلاق مردم این شهر کولاب سهم شما زیاد است. چون این صحبت‌های را شنیدیم که هیچ گونه شنیده بودیم. شما حس میکنید یا نه تأثیر سخن‌های شما نفرهای زیاد را از راه‌های بد گردانید. من مثل فرزندهایم در حق تو دعا میکنم. یک سوال دارم، در بعضی خانه‌ها نان میکنن، نه دستمال پاکیزه وجود دارد، نه پیاله تازه، نه طبق تازه. داملا شما در این موضوعها بسیار گفتید و دائم گویید تا که بهبودی پیدا شود. و در این مسئله در اصل بسیار گفتگی هستیم که دائم باید که حدیث مسلم است که ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. جوانای عزیز باید شما زیبا باشید، پدرای عزیز باید بدنهای شما بیبوی باشد، باید ما و شما چنان آلفته باشیم، چنان تازه باشیم که حتی اگر مردم بیگانه در پهلوی ما و شما نشیند، از حسن ما، از بوی ما، از رفتار ما باید که اونا حلاوت برند. خاندان هامان باید تازه باشد. حبیب خدا در این بابت ها بسیار گفتگی است. حتی رسول اکرم میگوید من سعادت ابن آدم المسکن صالح، از راحت دنیایی فرزند مسلمان سه چیز از گفتن. یک تای همون چی است؟ خانه‌ای که آلفته باشد، خانه‌ای که تازه باشد. در خانه هاتون در آمدین خیلی اهمیت دین. خانه ها دائم باید رفته باشند. باید حتی همون کرپچه ها و بالشت هایی که ما و شما داریم همه اونها تازه باشند. دسترخوان ها ما باید تازه باشند. در بعضی خانه در اصل میدرایی همون دستمالی که هست وقتی دست میشکی باور کن در دست یک بوی پیدا میشود. حتی همون دستمال ها بوی میکنن. رسول اکرم گفتن شما خانه هاتون پاکیزه کنین، با مردم نصرانی و یهودی تشبیه ندهین. امروز بین یهودی ها و نصرانی ها در نظافت و پاکیزگی ما و شما را گذاشته رفتن، حالان که تازگی از اسلام ما و شماست. شما از بدنهای خودتان سر کنین، تازگی را از بدنهاتون سر کنین. از مویهای سرتان چقدر آلفته تازه کنین. تمام آن نمودهای داروهایی که هست آنها را در مویهاتان مالین، در چهرهاتان مالین، برای بهبود شدن موی سرتان، برای تازه شدن رخسارهاتان. دندانهاتان از سحر و بیگه شوید. همه این دستور قرآنی و این حدیثهای پیغمبری خداست. لباسهاتان نظر کنین، حتی همون گردنهاشون را نگاه کنین، چرک باشد نپوشید. در اون نماز خواندن حتی کراهیت دارد. در خانه شرط نیست که در نان شما نظارت کنین، در خدایاتان نظارت کنین. حتی در وقتی در همون خانه چای نوشیدن نشستن در پیاله و در چاینکاتان نظر کنین. چقدر باید تازه باشین، پاکیزه باشین. اسلام از ما و شما همین درخواست دارد.
اون اسراف هایی که شما میکنید اون اسراف ها را یک جا گذارید، در جای او شما خرید خوشبویا خرید، در بدن هاتون خوشبویا را استفاده برید. در اصل دستمال هایی که باور کنید در همین خدایا هست. آفرین به همون خیلی طبیعت اگر خیره نباشد دست در او دستمال شکیده نمیتونه. یک دستمال برای 100 200 300 400 نفر یک دستمال در همون جایی که آب میگیرن ایستادگی است. لبی دسترخوان تو ماندم یک دسترخوان یک دستمال وجود دارد. آخه شرایط نمیرسه ترا کی مجبور میکن نام کن؟ کی شرایط ترا کی مجبور کرده است؟ آخه امر قطعی فرزندات بخو خدا از تو راضی است. آخه شرط است که تو تمام مردم نشان داده بود یک صدقه که مجبور در گردن خودت بارش میکنی و بعد شرایطات نمیرسد بازم که در حق تو دعا کنن ملامتت میکنن. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم با سوال من تعجیلا جواب گویید. یک گوسفند عادت دارد که خر را از خردسالی میمکد، حکم گوشت وی چیز حلال است. دوم، اگر شخص بیریش پیش درآید در حالتی که کسی از وی عالمتر نباشد رواست، یا شخص ریشداری که عوام است پیش درآید در حالی که عالم بیریش حضور دارد، میپرسم از شما صحیح تر فهمانید. البته اگر شخصی که مثال در یک معرکه اشتراک دارند دو تا عالم است، یک تاش ریش دارد یک تاش بیریش است، ریشدار پیش می درآید بیریش از پس می خواند. فقیه های ما و شما میگویند عالم بیریش نماز خواندنش مکروه است. کسی که بیریش است باید پیش در آمدنش مکروه میگویند. لیکن اگر عالم است و ریش ندارد لیکن یک عوام یک آدم جاهل هست ریش دارد، اینجا کی پیش می‌دارد؟ عالم پیش می‌دارد. در اینجا عالم پیش می‌دارد، اگر چنده که عوام ریشدارم که وجود داشته باشد، زیر عالم از پس جاهل باز نمازش درست نمی‌شود. لیکن حرکت کنن که مثال باید پیشواهای ما و شما ریش داشته باشند. ریش این یکی از سنت‌های پیغمبر خداست. پیغمبر خدا میگوید برودها را کلته کنید و ریشها را دراز کنید. افسوس که امروز بیچاره موسفیدای ما و شما را میبینی نمیدانم یا چی نیت دارن، میخوان به هم بیری شکل روان ترک سنت کنن یا چی نیت دارن نمیفهمی. امروز موسفیدای ما و شما جای ملامتش نیست، نه ریش دارن نه سله دارن، حالان که سله هم سنت پیغمبر است. ابو سعید خدری میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، من دیدم پیغمبر خدا بالای منبر بود و علیه امامه سودا، بالای سرش سلده سیاه داشت. این حدیث ابو سعید خدری است. این سنت پیغمبر است. گذارن آخه موسفه در ریش میزیبد سله میزیبد، ترک سنت میشود گناهگار میشوی. سیوم سوال کن راجع به شنیدن غزل‌های نمکین شادروان آدینه حاشیمو، نظر شما را فهمیدنیم. آیا شنیدن این سروده‌های پرتأثیر و پرمضمون رواست یا نه؟ زیرا من مخلص این حافظم، جایز است. البته اگر غزل‌هایی که از شادروان است یا از دیگر نفر است، اگر ما و شما وقتی میشنویم از اونها حلاوت میبریم، یعنی یک جهت تربیایی دارن، اینها با که ندارد شنیدن اینها یگان زلالی ندارد. غزلها را گوش کردن یعنی مصرعهای شعری باشد که ما و شما از شنیدن اونها تا چند مثال گریان میشویم یا ایمان ما کامل میشود، اینا در اسلام ضرری ندارند.